سلام، اینجا انل تریدره. من علیم. به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. بریم برای روز چالش 10 روزمون و روتین صبحمون رو بریم که شروع بکنیم. از عرض بیت شروع میکنیم به روتین رفتن و تحلیل کردن. تایم فریم ماهیانه میبینیم که اتفاق خیلی خاصی نیفتاده، فقط کندل داره به سمت بالا خودش رو میکشه و جمع میشه. تایم فریم ریورسال ماهیانمون رو روشن میکنیم که اگر نیاز باشه آپدیت کنیم. در رابطه با تایم فریم ماهیانه و هفتگی، بیشتر ماهیانه، اینو بگم که ما اگر دائم در حال چک کردن چارت باشیم، اول هر هفته تقریبا، یا میتونم بگم ماه، یک بار که چک کنیم چارت تایم فریم ماهیانمون رو روی چارت همه ویژگی ها رو رسم بکنیم، دیگه لازم نیست کاری باهاش بکنیم. یعنی فقط قرار که یه چکیش بکنیم که اگه یه حرکت خیلی زیادی داشتیم به سمت پایین یا بالا، دامپی داشتیم، پامپی داشتیم، اونجا قرار اتفاقی بر ما بیفته توی چارت ماهیانشون. به خاطر اینکه خب داریم میگیم دیگه هر کندل 30 روز طول میکشه تا بسته بشه و اتفاق خاصی نیفتاده. الان ما تقریبا یک هفته است که با هم دیگه این بعد داریم ویدیو رو آپلود میکنیم. این کندل فقط یکم میاد پایین، یکم میره بالا. اهمیتش کجاه؟ اهمیتش توی تشخیص روند بلند مدت ماه، های ویو سایکلمون، و از اون طرف هم لول های مهمی رو به ما میده. بیشترین اهمیتش برای ما همینه. بریم حالا برای بقیه روتینمون. میریم ویکلی. ویکلی هم تقریبا به همون شکل، فقط باید یکم دقت بیشتری داشته باشیم چون احتمال داره که هر هفته عوض میشه دیگه. اول هفته بار چک کنیم کافیه، ولی ما هر روز اینجا یه بررسی میکنیم روش. ویکلی رو روشن میکنیم، میبینیم که چه اتفاقی افتاده. کندل سعودی زدیم، زیر گلد قرار داریم در حال حاضر و دیتای دیگه هم فعلا داریم. یه لیکویدیتی میتونیم رسم کنیم، یه لیکویدیتی که میشه اینجا، به خاطر اینکه این کندل بسته شد و در حال حاضر میتونیم اینجا لیکویدیتیمون رو ثبت بکنیم. لیکویدیتی هفتگی، اینم از لیکویدیتی هفتگیمون و بریم ببینیم که دیگه میتونیم چیکار بکنیم. دیتای دیگه ای که نه در حال حاضر نداریم، همه چیز رسم شده. بله، بریم برای آپدیت ریورسال. ریورسال هم آپدیت، کاری نباید بکنیم. کندلمون هم که بسته نشده، عالیه. یه نکته ای که هست توی ویدیو قبلی هم گفتم، مینیموم فاصله بین خطوط ریورسالمون باید 1% باشه. زیر 1% به دردمون نمیخوره. بریم تایم روزانه. خب بالاخره ما میتونیم یه کارای جدیدی انجام بدیم. دیتای روزانه‌مون رو روشن میکنیم ببینیم چی داریم. بله، FVG داشتیم که تاچ شده، مصرف شده کامل، حذفش میکنیم. یک لیکویدیتی داریم، یک FVG. خب با توجه به اینکه اینجا یه لیکویدیتی داریم و یک لیکویدیتی کفم اینجا داریم، چرا اینجا؟ چون ما بلندترین شادو رو میگیریم و بلندترین شادو ما میشه این شادو که تاچ هم نشده. یه لیکویدیتی هم اینجا داریم، میشه لیکویدیتی روزانمون. ما معمولا وقتی که میخوایم فیبو بندازیم، لیکویدیتی کف و سقف رو رسم میکنیم و از اونجا فیبومون رو رسم میکنیم. البته که خیلی برام مهمه ببینیم واکنش قیمت به اون ناحیه های فیبوی ما چیه. مثلا الان فیبویی که ما میتونیم رسم کنیم یکیش اینه. قیمت کجا قرار داره؟ دقیقا زیر گلد. ناحیه خوبیه و منطقیه برامون. بعضی وقتا هست به جای اینکه اینو رسم کنیم میایم یکی دیگه هم رسم کنیم که میشه این الان قیمت کجاست؟ وسط نیمو 382. الان برای چی کندل ریجکت شده اومده به سمت پایین؟ واکنش قشنگی نداشتیم، قیمت هم این وسط وله. وقتایی که
از جفتش هم لیکویدیتی های تاچ نشده است، معتبره. دیدید خیلی مشخصه کاملا. این ماجرایی که باید چک کنیم، بررسی کنیم و برای همینه که ما این فیبو رو رسم میکنیم. ببخشید، این فیبو رو رسم میکنیم و این فیبو برامون ارزش خوبی داره. خب اینجا نمیتونیم کاری بکنیم، حتی اوردر بلاک هم نیست، چون شادومون بالاتر از شادو این کندلمونه. یک اوردر بلاک FVG داشتیم که اینجا رسم کردیم، روزانه است، اهمیت زیادی داره، تاچ نشده، پس میتونیم با تاچ اول یک واکنش خوبی داشته باشیم نسبت بهش و ببینیم که FVG وجود داره که ما رسم کنیم. FVG که وجود نداره، استون وجود نداره، اوردر بلاکمون رو رسم کردیم، فیبوناچیمون هم رسم کردیم و حالا میریم سراغ مشخص کردن خطوط فیبمون. بریم که خطوط فیب رو مشخص کنیم. از ناحیه گلد شروع میکنیم، گلد دیلی نیم، به خاطر اینکه اگر که بخوایم کامل بریم زیرش اولین خطی که میرسیم بهش نیمه و 382 مونم مشخص میکنیم، چون کندل لایو بسته نشده و بازار احتمال داره کامل برگرده و به لولی که میرسه لول 382 ما. پس 382 هم رسم میکنیم که دید داشته باشیم وقتی که میریم تایم های پایین تر. ببخشید نیم زدم، 382 دیلی. بله 382 مونم رسم کردیم و دیتای دیگه فعلا لازم نیست رسم بکنیم توی تایم روزانه. چیزایی که رسم کردیم و حتما پوشه بندی میکنیم که چارتمون تمیز و مرتب باشه، میذاریم اینجا. ببخشید. خب یه نگاهی به چارت روزانه میندازیم در اسکیل بزرگتر، ببینیم که چیزی رو از قلم جا ننداخته باشیم و نه. میریم که ریورسالامون رو آپدیت بکنیم. ریورسال آخرین آپدیتش اینجا بوده که رسم نشده، اینو باید رسم بکنیم و بعدش یه لحظه اینجا درصدش رو میگیریم ببینیم که ببینید این درصدش الان زیره 1% و این خط حذف میشه چون خط قدیمی تره. اینو رسم کردیم، اینجا هم بررسی میکنیم ببینیم آیا اینجا هم بله این خط هم رسم میشه، چون ما خطهای اصلی برام مهمه، به خاطر اینکه این دوتا خط رو داریم و این دوتا رو نگه داریم، نمیایم که اینو کلا رسم نکنیم، اینو رسم میکنیم و اون دوتا خط رو حذف میکنیم. یک خط دیگه این میتونیم داشته باشیم که امیدوارم این فاصلش درست باشه چون خط قشنگی میشه و بله من دقیق ترین رو رسم میکنم. 94% این یکی رو بهش ارفاق میکنیم چون فاصله اینجا خیلی زیاد میشه اگر اینو رسم نکنیم. خط فرش زنده است و چون بعدش اگر این که باید باشه اینو حذف بکنیم، اینجا زیرش دیگه ناحیه‌ای نداریم و خطی نداریم، میذاریم که بمونه خط دیلیمون. ریورسال‌های دیلیمون هم آپدیت شدن. میریم برای تایم 4 ساعته ببینیم توی تایم 4 ساعته چی داریم. دیتا 4 ساعتمون رو روشن میکنیم. بله FVG که کامل حذف میشه، مصرف شده، خط نیممون روشنه. فکر میکنم که الان ما فیبامون یکیه با دیل. بله این فیب دیگه به درد ما نمیخوره چون این دقیقا فیب دیلی ما هست و ارزشی نداره. تو دیلی رسمش کردیم یک بار، میبینیم همونجا
یه اوردر بلاکی داریم که اینجا احتمال برگشت رو به ما میده، ولی خب ما توی تایم 4 ساعته چیزایی که رسم کنیم باعث تغییر روند ما یا تغییر جهت روند ما نمیشن، فقط بیشتر کمک کننده هستن. برای همین ما منتظر اون ویژه اتفاقات توی تایم دیلیمون میفتیم و حالا فول دیتا که شدیم بیشتر مشخص میشه. یک FVG اینجا داریم، FVG دیگه نداریم، استون توی تایم 4 ساعت معنی نمیده، اینجا هم نمیتونیم اوردر بلاک FVG رسم کنیم به خاطر اینکه کندلمون بسته نشده، ولی اگر کندل بسته شد و این FVG وجود داشت هنوز میتونیم اینو به عنوان اوردر بلاک و FVG در نظر بگیریم چون شادو بلندتر هست. و دیتای دیگه رسم شده اینجا. آها، ما یه دونه لیکویدیتی باید رسم کنیم که میشه لیکویدیتی اینجا، یه دونه لیکویدیتی دیگه هم باید رسم کنیم که میشه لیکویدیتی اینجا که از کندل بعد و قبلش بلندتر و لیکویدیتی تمیزی هم هست. اینم از این اینجا بله، چون مقدارش مصرف شده FVG مون رو تکمیل بکنیم. FVG 4 ساعته و دیتا اون رو بذاریم داخل این پوشه، خاموش کنیم، بریم برای فول دیتامون. مانسلی رو روشن میکنیم. بله، میبینیم که برخورد داشتیم، فیک کردیم، زیرش رو تست کردیم، خریدارهامون قدرتشون بیشتر بوده و قیمت رو به سمت بالا برگردوندن. یکی از شواهدش هم این کندلای بلند رو به پایینه و هر بار که اومدیم این زیر خریدارا زور زدن و بردن بالا قیمت ها. کندل های نزولی ضعیف، کندل های صعودی قوی و این چیز بدی نیست، میتونیم حرکت کنیم به سمت بالا. خب دیتای هفتگیمون رو روشن میکنیم. دیتای هفتگی برخورد داریم به گلد هفتگیمون که این خودش میتونه نشون دهنده برگشت باشه، با توجه به اینکه ما یه دونه اوردر بلاک و FVG اینجا داشتیم که همه ویژگی ها رو نداشته، شادوش یکم پایین تر بوده. من رسم کرده بودم ببینم واکنش قیمت بهش چه شکله. بذارید ببینیم که توی تایم روزانه چه وضعیتی داریم. بله، گلد روزانه مونم به این شکل هست. خیلی عالی، عالی. اتفاق قشنگی افتاده که ما اینجا یه معامله میتونیم باز کنیم با توجه به اینکه هنوز روندمون نزولیه. این روند الان روندی نزولیه برای ما توی 4 ساعته. هر وقت از این گلدمون رفتیم بالاتر که حداقل فهمیدیم که بیشتر از 60% روندمون یکی از لگامون رو برگشتیم و زمانی که این ناحیه رو، این سقف رو رد کردیم، اون وقت میتونیم بگیم که روند ما عوض شده به سمت بالا. البته این صحبت هایی که داریم میکنیم در تایم کوتاه مدت و تایم فریم های پایینه. خب اینجا ما میتونیم یه دونه پوزیشن سل داشته باشیم. دو حالت داریم. ما همیشه گفتم سقف گلد ماهیانه و هفتگیمون و کفش هم برامون اهمیت داره. سناریو اول اینه که 3 تا سناریو میتونیم داشته باشیم. اینجا یک پایینی بزنیم با دیتا 4 ساعته، شاید قشنگتر میشه اینو گفت. بله، یک پایینی بزنیم و بعد از پایینی که زدیم، من براتون عرض کنم میتونیم یه همچین حرکتی بزنیم، بیایم تو اینجاها و بعد بریزیم. این یکی از سناریوهامون هست. یکی دیگه از سناریوها اینه که از همینجا شروع کنیم بریختن، بیایم بر لول های پایین تر. یه سناریویی هم که وجود داره کاملا شکستن این نواحی به سمت بالاه. نقدینگی اینجا خیلی زیاده. من احساس میکنم که این نقدینگی ها رو بدون برداشتنشون و مصرف کردنشون الکی رد نمی کنیم و در حال حاضر چیزی که برای من
مشهودتره این سناریو هست. با تایید و تثبیت کاملتر یک پوزیشن شورت باز میکنیم و ریسک فریمون نیمه دیلی میشه. فول تارگتمون میشه 382 و 786 هفتگی. این چیزیه که فعلا چشم انداز منه، اما میتونه عوض بشه. اگر دیدیم قیمت داره برمیگرده به سمت بالا یا از اینجا داره ریجکت میخوره، میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که داره میره برای مصرف نقدینگی های اینجا. چرا گفتیم تا اینجا بیاد بالا؟ به خاطر اینکه هم گلد روزانه‌مونه، هم اینجا یه FVG بزرگ روزانه داریم که تاچ هم نشده. برای همین خیلی تاچ اولش میتونه برای ما مهم و قابل اهمیت باشه. این از تحلیلمون. بریم ببینیم ستاپ چی میتونیم روش داشته باشیم. بعد تایم 4 ساعته رو خاموش میکنم یکم سبک بشه، بریم توی تایم 2 ساعته. بله خب اینجا اینو داشتیم، ریجکت شدیم به سمت پایین. این شادو ریجکت نشونه خوب میتونه باشه. برخوردی که اینجا داشتیم، تایم 2 ساعته ما نزدیکترین لیکویدیتیمون اینه. این لیکویدیتیه که میتونی رسم بکنی. میشه LIQ LIQ. من یه لحظه اینا رو بیارم اینجا که قاطی نشه. پترنا رو بذاریم توی دیلی باشن. اینو بیاریم اینجا، اینو بیاریم اینجا، اینو بیاریم اینجا. ببخشید دوستان یه لحظه من اینو درست بکنم که الان که داریم رسم میکنیم دوچار مشکل نشیم. خب بریم تایم 30 دقیقه. امیدوارم که بله چیزی نداریم. 15 چطور؟ ترجیحمون اینه که یه لیکویدیتی دیگه تشکیل بشه، به خاطر اینکه ما اینجا کفی پایینتر نداریم که بخوایم از ستاپ اسپرینگمون استفاده بکنیم. البته بذارید ببینم که ستاپ دیگه ای به ما نمیده. تایم 2 ساعته. بزرگ هست این ابعاد. بذارید تایم 4 ساعته رو ببینم. یه لحظه اجازه بدید ببینم فاصله اینجا چقدره. تایم یک ستاپ دیگه هم میتونستیم اینجا داشته باشیم، ولی اون ستاپ باید فاصله دوتا شادومون، دوتا لیکویدیتیمون از هم دیگه زیر 0.5% باشه و این 0.5% بیشتره. چون معمولا باید مثلا 1%، 2% یا حتی اصلا نزدیک به هم باشه، ولی اینجا فعلا از نیم هم رد کرده. درسته 4 تا بالاتر از نیمه، ولی همون نیم هم خیلی منطقی نیست. ولی یه ستاپی که میتونستیم داشته باشیم همین بود که این ستاپ شاید به وجود بیاد. بهش میگیم ما ستاپ ایکوال، که به چه شکله؟ ستاپ ایکوال میاد میگه که اینجا ما این دوتا شادو رو در نظر میگیریم، دوتا لیکویدیتیمونو، و یک بار قیمت میاد به سمت بالا تاچش میکنه و مصرفش میکنه و میریزیم به سمت پایین. این میتونه باشه ولی فعلا راجبش حرفی نداریم. خب به این صورت بود. اوردر بلاک هم نداشتیم که بخوایم ازش استفاده کنیم. یه اوردر بلاک فیچه 4 ساعته داشتیم که من خیلی با ستاپش موافق نیستم، ولی راستی بذارید تا رسمش بکنیم بدم نیست. من یه لحظه یه چیزی رو بررسی بکنم. چرا که نه؟ چرا که نه؟ و من یک ستاپ میتونم اینجا براتون رسم بکنم که همه قوانین رو داشته باشه و ستاپ خوبی هم باشه. چرا که نه؟ البته FVGش مصرف شده، کار نداریم با FVG و ما برخورد اینجا میتونستیم اینو باز کنیم. ستاپش به چه صورته؟ پوزیشن شورت از اینجا میگم احتمال استاپ خوردن این ستاپ هست، چون کلا من اصلا با این حال نمی کنم با این بحث، با ستاپ اوردر بلاک، و
اینجا 1/4 که یکم استاپمون هم بزرگه نسبت به، یعنی استاپمون بزرگ نیست، ریسک به ریواردمون یکم مناسب نیست، ولی میشه بازش کرد. تیپ 1 میشه اینجا 1. ما روی تیپ 1 همیشه باید یه ویدیو بگیرم اینو بذارم، هم قوانینمو توضیح بدم و هم راجع به مدیریت سرمایه‌مون صحبت بکنم، به خاطر اینکه اگر اینا رو شما بدونید من خیلی راحت‌تر حرف میزنم. بله اینم فول تیپی 2 میشه. پوزیشن به این صورته. ببینیم که حالا چه شکلی میشه نتیجهش. چون 4 ساعت هست طول میکشه تا مشخص بشه، اما فکر کنم تا عصر که حرکت اوپن نیویورک باشه و یه حرکتی انجام بدیم، این نتیجهش حداقل اگر اتفاق بخواد بیفته ریسک فریش میخوره و تیپ 1 رو تاچ میکنی. بله خب اینم از این. لیکویدیتی اونم که به درد نمیخوره پاکش میکنی. این بود روتین تحلیل بیتمون. بریم برای تحلیل بقیه ارزا. سول ببینیم چی داریم. ماهیانش دیتا رو خاموش کنیم. ما همیشه تحلیل بیتمون یکم طولانی تر میشه. چرا؟ چون هم من میخوام باهاتون سلام احوال پرسی بکنم، هم اگر نکته‌ای باشه همونجا توی تحلیل بیت بهتون میگم و تحلیل بقیه ارزا معمولا سریعتر اتفاق میفته. ماهیانه چک میکنیم، بد نیست، اومدیم بالای نیم، دیتا خاصی نداریم. من منظورم از دیتا خاص یعنی اینکه اتفاقی نیفتاده، وگرنه چیزی دیگه ای مد نظرم نیست. بذارید ماهیانش رو بررسی کنیم. همه خطوط آپدیته، لازم نیست کاری انجام بدیم. هفتگی ویکلیمون رو روشن میکنیم. بله بالای گلد قرار گرفتیم. داستان به چه صورت هست؟ خب اینجا لیکویدیتی داریم، عین همونجا دوباره این لیکویدیتی میتونه برای ما باشه چون از کندل قبل و بعد خودش بلندتره. لیکویدیتی هفتگی. دیتای دیگه هم که بخوایم رسم بکنیم نداریم. لیکویدیتی تاچ شده هم نداریم و بله برخورد تمیزی هم داشتیم به اینجا. خب آپدیت اینو بذاریم اینجا. آپدیت ریورسال هم آپدیت. دیتا دیگه هم لازم نیست کاری بکنیم، همه چیز ردیفه. میریم تایم روزانه. خب تایم روزانه چی داریم؟ به 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 به، خیلی خوشحالم بالاخره از این کندل در اومدیم. این کندل که زده شده بود واقعا توی مخ بود و نمیذاش قشنگ فیبوهای تمیز رسم بکنیم. روزانمون رو روشن بکنیم. میتونه عوض بشه فیبامون دیگه در حال حاضر میتونیم فیبامون رو عوض بکنیم، ولی ببینیم برخورد به چه صورته. بعدیش میتونیم الان فقط اینو در نظر داشته باشیم که از گلد حرکت کردیم به سمت بالا. اینجا هم رنج زدیم. یه بوایی داره از صعود به مشام میرسه، احتمال صعودمون هست، یعنی این حرکت فیکمون باشه توی تایم لندن و توی تایم نیویورک پرقدرت بریم به سمت میگم فیک ادامه دهنده بریم به سمت بالا. احتمال یه همچین داستانی هست که توی سناریوهامونم بهش فکر کردیم و گفتیم وجود داره. برای همین احتمال داره که امروز اگر پوزیشن سل باز کردیم استاپ بخوریم. خب بقیه دیتا رو چک بکنیم ببینیم که چه صورته.
FVG مصرف شده، تاچ داشته، اینجا هم تاچ داشته، احتمال داره یه پایینی احتمال داره بزنیم، چون اینجا هم الان دوباره من دارم دیتا جالبی دریافت میکنم. بذارید که فیبوشم رسم بکنیم ببینیم به چه صورت. بله این فیبوشم ببینیم. خب ترجیح هم روی اون فیبو هست. بریم بالاتر. دو تا حالت وجود داره، حالا حالت‌ها رو بهتون میگم چه شکلیه که اگر حالت دوم اتفاق بیفته واقعا قشنگه. البته که من حس میکنم حالت اولش هم منجر به همون اتفاق حالت دوم میشه. چیه؟ حالا بهتون میگم. من اینو یکم بزرگ میکشم که مشخص باشه. گل دیلیمون اینجا نیمه دیلی 382 اونم رسم میکنیم. چی شد؟ 382 اونم رسم میکنیم. دوستان من از صبح تا حالا که دارم تحلیل میکنم دارم میگم چرا انقدر چشمای من بد داره مانیتور رو میبینه، چرا انقدر دارم زور میزنم. من عینکمو نزده بودم. یه لحظه من اجازه بدید من عینک بزنم. نترسید تحلیلات توش تغییر ایجاد نمیشه. آخیش راحت شدم. خب بله اتفاقاتی که میتونه بیفته. بذارید من یه لحظه ببینم همه چی رو رسم کردم. FVG که رسم کردیم، تاچ داشتیم دیگه، اینجا هم تاچ شده میشه، یه تی میخوره بغلش. اتفاقایی که میتونه بیفته یه دونه اینجا یه دونه لیکویدیتی هم اینجا داریم که باید رسمش بکنیم. بک بازارم ببینم من چیزی نداریم. نه خب بریم که توضیح بدیم ببینیم باید چیکار بکنیم. من فقط قبلش اینا رو بلند کنم بذارم تو پوشه، بذارم توی پوشه خودش که اینجا درست باشه. خب سناریوهایی که احتمال داره اتفاق بیفته چیه؟ سناریو اول سناریو دوم. دو تا حالت وجود داره، یکی این یکی سناریو سومی هم وجود داره. ما همیشه باید همه حالتهای بازار رو در ذهن داشته باشیم. منم که تا اینجا میکشم منظورم این نیست که همینجا برمیگرده، منظورم اینه که به سمت پایینیم. حالا اون تایم میبینیم که واکنشمون به نیمه دیلی چیه و میتونه بیاد پایین تر یا نه، چون ما قراره اصلا روتین داشته باشیم دیگه. خب یکی دیگه از اتفاقات اینه که حالا چه بیاد اینجا چه بیاد اینجا چه از اینجا بریزه، در هر صورت رد کردن این ناحیه است. اگر ما این ناحیه رو رد کردیم، فیک نکردیم، رد کردیم، تایید و تثبیت دادیم، میتونیم به سمت بالا حرکت کنیم. این سناریوهای احتمالیه که وجود داره. خاموش میکنیم دیتامونو. همیشه این سناریوها رو توی ذهنتون متصور بشید که اگر اتفاق افتاد جا نخورید. همه حالت رو در نظر بگیرید موقع تحلیلتون. خب بریم برای تایم 4 ساعته. ویدیومون هم طولانی شد ولی خب تحلیل کامل تری شد. اتفاقای زیادی میتونست بیفته. خب تایم 4 ساعته رو روشن کنیم ببینیم داستان چیه. یه دونه FVG داریم. من یکم سریعتر صحبت میکنم و تحلیل میکنم که به عرض سوممونم برسیم. FVG مون که مصرف شده بود این بود. حذفش کردم کلا. این بود که مصرف شده بود. دیگه چی داریم؟ یه FVG اینجا داریم کوچیکه، خیلی کامل نیست، خیلی بزرگ نیست ولی رسمش میکنیم تاچ نشده است.
لیکویدیتی داریم، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا. دیتا دیگه ای نداریم، لیکویدیتی همون رو نامگذاری میکنیم. نیمه لیکویدیتی 4 ساعته نداریم، چون لیکویدیتی 4 ساعته نداریم هم لیکویدیتی عادی رسم میکنیم. خب اوردر بلاک افیجی میخوایم که اوردر بلاک افیجی هم نداریم، چون چیزایی که توی 4 ساعته اهمیت داره دارن میگن. میذاریم تو پوشه 4 ساعته، بریم برای فول دیتا. مانسلی رو روشن میکنیم، زیر خط نیم هستیم. تاییدش رو قبلا دادیم، تثبیتش کندل به رو به بالا. اتفاقات صعود میتونیم داشته باشیم تا گلد. ویکلی رو روشن میکنیم، بازم بالا بستیم، بازم این نشون دهنده صعوده. دیلی رو روشن میکنیم، بله دیلی رو روشن میکنیم و حالا اون پترن رو هم روشن میکنیم. اتفاق اول، اتفاق دوم و اتفاق سوم. توی تایم 4 ساعته وقتی که فول دیتا شدیم، اتفاق سوم دیگه اونقدر هم دور از ذهن نیست. هم بالای نیمه ماهیانه هستیم، هم بالای هفتگی هم بالای گلد هفتگی هستیم و با قدرت هم رفتیم بالا، یعنی کندل فول بادیه و دیگه این حالت سوم دور از ذهن نیست. اما خب بازم به ریاکشن ها دقت میکنیم، خاموش میکنیم. خب اینجا جایی نیست که ما بتونیم نظری بدیم، یعنی من به شخص این کار نمی کنم، چون تاچ اول FVG خیلی گزینه خوبی برای برگشت قیمت نیست، اونقدر قدرت نداره. اجازه میدم که برسیم به اینجا و اون وقت تصمیم میگیرم. چرا اینجا که رسیدیم بایشو نمیگیرم؟ یعنی این سناریو اگر اتفاق افتاد چرا بایشو نمیگیرم تا اینجا؟ به خاطر اینکه من توی روند نزولی نمیام بای بگیرم. بله یه همچین داستانی هم داشتیم اینجا و منتظر میمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اینجا که چیزی نداریم دیگه، حرف برای گفتن نمونده. بریم لینک یه پوزیشن داد. پوزیشن به چه صورت بود؟ دقیقاً اینم پترنیه که براش رسم کرده بودیم. ما راجبش صحبت کردیم. بذارید بیام 30 دقیقه. توی تحلیلمون گفتیم ما منتظر توی روند نزولی ما منتظر برخورد به گلدمون هستیم. برخورد به گلد که داشتیم، تایید و تثبیتمون رو که گرفتیم، اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم معامله سل باز کردیم. طبق مدیریت سرمایه‌مون تیپی یکمون وقتی که تاچ میشه 50% معامله رو میبندیم. بذارید الان استاپ خوردیم، 50% استاپ که نخوردیم، حالا توضیح میدم. 50% معامله رو میبندیم، معامله رو ریسک فری میکنیم، یعنی هم سود به دست آوردیم هم ریسک فریمون خورده و اینجوری نبودیم که من روند رو از دست دادم، من ادامه قیمت رو از دست دادم. یه همچین داستانی وجود داره پشت این کار. و بدترین حالتی که میتونه اتفاق بیفته چیه؟ بهترین حالت چیه؟ بهترین حالت اینه که ما میایم اینجا 50% معامله‌مون رو میبندیم که معمولا 1:1 معامله است. ما تیپیای یکمون خب 50% معامله رو میبندیم، میگیم که خب ایول دیگه الان مشکلی از لحاظ منتالی نداریم، ریسک فری هم کردیم، دیگه برامون خیلی اهمیتی نداره، بره پایین خوشحال میشیم، بره بالا ناراحت نمیشیم. این مهمه، ضررم نمی کنیم، تازه یه مقداری سودم گرفتیم چون استاپ نخوردیم. این خیلی برای ما ارزشمند میشه. و بهترین حالتش چیه؟ این حالت بدیش بود که میتونست اتفاق بیفته. البته این خیلی لازمه اینه که ما روندمون رو درست تشخیص داده باشیم و اگر روند رو اشتباه تشخیص بدیم همون اول میره استاپ میزنه، به تیپ 1 نمیرسه. یا وقتایی که بازار یه حالت وحشی داره و خیلی تحلیل پذیر نیست، اون تایم هم احتمال داره که این اتفاق بیفته برای ما. اما این حالت نرمالشه، نه خیلی خوبه نه خیلی بده. حالت مطلوب و عالیش اینه که میاد اونجا ما ریسک فری میکنیم، تیپی یکمون هم 50% رو میبندیم، این میره بقیه تیپی های ما هم میزنه، ما خوشحال و خندانیم.
حالت معمولیش این بود که یه مقدار سود کردیم، ریسک فری خوردیم و هم بازم سود کردیم هم ضرر ندادیم. حالت افتضاحش هم اینه که کلا روند یه دفعه برعکس اون چیزی که ما تصور کردیم باشه که اون خب برمیگرده به تحلیل و روتینمون که اون جای خود داره. اصلا ما روندمون رو اشتباه تشخیص دادیم. این توضیحاتی بود که باید راجع به نحوه مدیریت سرمایه‌ای که من دارم رو حسابم انجام میدم و مدل معامله باز کردنم بریم. خب بریم برای تحلیل لینک. از من شاید بپرسید که تو قرار بود 4 تا ارز تحلیل کنی، آواکس هم بود جزش، چرا آواکس رو تحلیل کنی؟ تایم ویدیوها واقعا داره طولانی میشه و حالا من باید یه راهکاری براش پیدا کنم که اینقدر طولانی نشه و ببینم که چیکار کنم ویدیوام کوتاه‌تر بشه که از حوصله شما دوستان عزیزم خارج نشه. برای همین فعلا آواکس رو تحلیل نمی کنم دوباره امروزم تا ببینیم چی میشه. خب میریم تایم ماهیانه. دیتا ماهیانه اتفاقی نیفتاده، چیزی نداریم مثلا که بخوایم راجعش حرف بزنیم. لولامون رو مشخص کردیم. اینجا ریورسالامون آپدیت ندارن. هفتگی پوش من نمیدونم شاید دبلیو برخورد به استون، شادو به سمت بالا، حرکت به سمت بالا میتونیم تا گلد هفتگی داشته باشیم. کندلمون هم که سعودی. بازار یه نشونه هایی از صعود داره، حالا نمیدونم که چه اتفاق بیفته ولی مشخص میشه. چون من روی فاند و این داستان رو کار نمی کنم، هرچی توی چارت میبینم و تایمم هم چون تایم پایینه و من تریدام توی تایم فریم های پایینه، چیزایی که بیشتر برام اهمیت داره و میتونه توی روند پوزیشن من تأثیر گذار باشه رو بررسی میکنم. من هیچ وقت نمیام بیت کوین تحلیل کنم برای مثلا 10 روز آینده یا برای 2 روز آینده، برای 3 روز آینده. من معاملاتم معمولا توی 1 روز مشخص میشه نتیجهش، اگر بازار نخواد بازی در بیاره و اذیت کنه، که منم در حد همون 1 ساعت، در حد همون 1 روز تحلیل میکنم. خب من یه لحظه حواسم نبود اینو ببینم دیتا یه وقت دست ندیم. نه اینجا دیگه نمیتونیم اون ریورسال هم رسم بکنیم و اون لیکویدیتی هم رسم بکنیم و چون اصلا شرط خوبی نیست. اینجا هم اگه بگید این پس چی، این مال تایم پایین ترشه، لیکویدیتی تایم پایین تره، اینجا لازم نیست رسم بکنید. WR همه آپدیت، هیچ کاری لازم نیست انجام بدیم. میریم توی تایم دیلی. دیتا روزانه روشن میکنیم. خب برخورد مجدد به گلد و FVG تاچ شده. اینجا بازار اینجا قرار روندمون یکم عجیب‌تر بشه. خب حالا میگید که چرا اونجا معامله باز کردیم، چرا اینجا معامله باز نمی‌کنیم؟ اونجا خارج از گلد بودیم، ما کندلی که برخورد داشتیم با شادو اومده بودیم زیر گلد، ما اینجا ورود کردیم تو این کندل. اگر که ستاپش هم روشن کنم میبینید که ما اینجا داشتیم کار میکردیم. توی قوانین ما معامله توی گلد ممنوعه، پس اینجا معامله باز نمی کنیم تا به یا از گلد خارج بشیم، فرقی هم نداره به کدوم طرف، چه بالا چه پایین، یا از گلد خارج بشیم، حالت دومی نداره. خب اینجا چیا میتونیم رسم بکنیم، چیا داریم؟ بعضی وقتا باید اینجوری ببین الان اینجا چرا مثلا اوردر بلاک رسم که پایین تره، دلیلی نداره رسم بکنیم. ما اوردر بلاک رو قرار اونجوری ازش استفاده بکنیم. اینجا تاچ شده است، بله تاچ شده است. اینو میاریم بالا، چرا؟ چون اگر خب برگرده که اصلا اینجا شادو میشه، اگه بره بالاتر هم که خب رفته داخلش. دیتا اینجا رسم شده، چیز نده. آها لیکویدیتی. او بچه یه چیزی رو نگفتید، حواستون نبود، این که ما دیگه الان میتونیم این فیبو رو پاک بکنیم، این فیبو رو
پاک بکنیم، اون لول رو پاک بکنیم، این فیبا رو پاک بکنیم، اینا یه گلدن پاک بکنیم. من حواسم نبود، شما هم هیچی نگفتید. به خاطر اینکه ما برگشتیم خودمون یه لگ الان اینجا تشکیل دادیم. ببینید ما اینجا هم لیکویدیتی کف داریم هم لیکویدیتی صف داریم. پس در نتیجه میایم خیلی تمیز و قشنگ اینجا فیبر رسم میکنیم و البته فیبر این شکلیه و البته فیبرمون این شکلی. خب بذارید یه فکری بکنم ببینم. من چون قبل از شما تحلیل نمی کنم و میام با شما تحلیل میکنم، خودم هم باید روی چارتام فکر بکنم وقتی که میخوام براتون یه چیزی رو رسم بکنم که ببینم کدوم حالت مطلوب تره. اینجا میایم به اینجا برخورد میکنیم، تاچ شدن و مصرف میکنیم، میریزیم احفاظی، میریم بالا. حالت دوم میایم اینجا اینو رسم میکنیم. خیلی دوستش ندارم. من اینو رسم میکنم و از این استفاده میکنم. این برام قشنگ‌تر. لیکویدیتی اینجا ندارم، استون ندارم، FVG ندارم، اوردر بلاک ندارم، FVG هم ندارم. دیتا رسم میکنم، دیتا فیبم مشخص کردن خطوط و نقاطش. خب چیزهایی که میتونی متصور بشی. حالت هایی که میتونیم متصور بشیم چی هست؟ من میکشم که ببینید. اینجا یکی میتونیم این شکلی بشیم. چرا انقدر با تاکید گفتم؟ چون میگم بوی صعودم به مشام میرسه. یکی میتونیم این شکلی بشیم. این دو حالت وجود داره. البته که اینجا هم میتونیم رنج هم بزنیم بین این دو تا خط. یه حالتی هم که میتونیم داشته باشیم اینه. حالا بعد به سمتی خروج پیدا. این هم یکی از حالتهایی که میتونیم داشته باشیم. من همه حالتها رو میگم که شما در نظرتون باشه. 382 مونم یکم باید بریم پایین تر. نیممونم که یکم چیزه توی 4 ساعته راحت تر میتونیم رسم. خب تا اینجا کار میندازیم توی روزانمون. اینم میندازیم توی روزانمون. پترنامون هم میذاریم توی روزانمون. میتونیم بر پترنا یه دونه پوشه درست کنیم به نام پت و از اون استفاده بکنیم. خب بریم توی تایم 4 ساعته. تایم ویدیومون هم زیاد شد، ایرادی نداره. درگیر این تایمم، دوست ندارم تایم ویدیوم اینقدر طولانی بشه. البته که خب روتین عصرامون خیلی زودتر تموم میشه. اینجا چی داریم قبلش؟ بذارید دقیق تر. اینا رو دقیق میکنم تو تایم 30 دقیقه. این فاصله ها زیاد میشه، گمراه کننده میشه. خب 4 ساعته اینم بررسی بکنیم. لیکویدیتیش از اینجا میاد به اینجا تغییر شکل میده. ویدیوش مصرف شده. FVG ببینید الان اینجا حتی برام قشنگتر شد که بریم اون FVG روزانه هم مصرف کنیم، چون این FVG بزرگیه و میتونه قشنگ باشه برامون. لیکویدیتی اینم هست. لیکویدیتی نمیشه بگیم نیست. اینم لیکویدیتی. اینا لیکویدیتی هایی هستن که توی مسیرمون قرار دارن. یه FVG هم توی رامون از میگم FVG 4 ساعته بیشتر برامون حکم. همون FVG روزانش گاهن ردش میکنیم میریم بهش، خیلی واکنش نشون نمیدیم گاهن.
FPGA 400 بیشتر یه واکنش کوچیک نشون میده، جهت ما رو تغییر نمیده مگر اینکه خیلی بزرگ باشه که اگه اونقدر بزرگ باشه ما اصلا اینو تایم بالاتر هم داریم. خب اینم از این و خاموش میکنیم، فول دیتا میشیم. ماهیانه بالای نیم میتونیم بریم تا 382. اینجا به به منطقی شد بریم به این سمت، هرچند که ما روندمون به سمت پایین. خب ببینید چقدر قشنگ شد، الان چقدر منطقی شد. من 4 ساعته براتون روشن میکنم. به به چی از این قشنگتر. ببینید این حالت خیلی حالت زیبایی میشه. این کو توی روزانه من اینو خاموشش کنم که گیج نشیم. این بود، نه این بود، نه این بود. بله یه چیزی ما چرا اینو نداریم؟ بذارید یه لحظه ببینم. من اینو زدم. آها دنباله دارم. این قشنگ شد برامون که بریم تا اینجا. آلرتشو ست میکنم اینجا که ببینیم چی میشه. بریم تا اینجا، اینا رو مصرف کنیم، بیایم به سمت پایین. ریسک فری تیپی 2 به همین قشنگی و تمیزی، ولی الان جای باز کردن معامله نیست، یا من حداقل باز نمی کنم. این به این شکل. به به چیزی برای توضیح هست؟ نه دیگه. ممنونم که تا اینجا به صحبتهای من گوش کردید، تحلیل رو دیدید. امیدوارم که همیشه پرسود و شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.